با ویدیوی ما یکجا شوید تا در تمرین های برای کم ساختن درد کمر و لگن خاصره در وقت بارداری کمکتان کنیم. این تمرین ها به کش دادن عضلات سخت، قوی ساختن عضلات ضعیف و بهتر شدن نرمی و قوت بدن کمک می کند. اول با گرمکاری ساده شروع می کنیم. در جریان ویدیو هر وقت خواستین می توانید ویدیو را توقف دهید یا سرعتش را کم یا زیاد بسازید. اگر کدام سوال یا تشویش داشتید مهربانی کرده با دکتر یا کارمند صحی خود گپ بزنید. تمرین اول، کشش پیشک خفه‌وار. بالای دستها و زانوهایتان قرار بگیرید. کمرتان را مثل یک پیشک خفه شده بالا قوس بدهید. این حالت را 5 ثانیه نگاه کنید. بعد کمرتان را دوباره صاف بسازید یا راست بکنید. این حرکت را هر روز 10 دفعه تکرار کنید. تمرین 2، کشش پروانه. بالای زمین بنشینید و کمرتان را راست نگه دارید. زانوهایتان را تا کنید و کف پایتان را با هم یک جا کنید. بگذارید زانوهایتان آرام به طرف زمین پایین بیفتد. این حالت را 15 ثانیه نگاه کنید و هر روز 2 دفعه تکرار کنید. تمرین 2، کشش لگن. قدم پهلو. یک قدم به پهلو بردارید. یک زانویتان را تا کنید و پای دیگر را راست نگه دارید. در این حالت لگنتان کش می خورد. این حالت را 15 ثانیه نگاه کنید. هر روز برای هر پا 2 دفعه تکرار کنید. تمرین 2، کش کمر با پایینی پشت ران. یک چوکی را بگیرید تا تعادلتان بماند. کم به پیش خم شوید تا کمر پایینی و پشت پایتان کش بخورد. این حالت را 15 ثانیه نگاه کنید. هر روز 2 دفعه تکرار کنید. تمرین 3، حالت طفل با کشش طرفی. بالای زانوهایتان بنشینید و پاهنک هایتان را زیر خود بگذارید. دستها را اول به طرف پیش بعد به یک طرف بکشید. هر طرف را 20 تا 30 ثانیه نگاه کنید. این حرکت را 2 بار تکرار کنید.
تمرین اول، بلند کردن پای به پهلو. به پهلو بخوابید و زانوهایتان را تا کنید. زانوهای بالا را بلند کنید ولی کف پایهای یک جا بنمایید. 5 ثانیه همین طور بمانید. این حرکت را 10 بار روزانه 2 بار تکرار کنید. تمرین 2 سگ پرنده. بالای دستها و زانوهایتان قرار بگیرید. یک دست و پای مخالف را دراز کنید. 5 ثانیه در همین حالت بمانید. این حرکت را برای هر طرف 8 تا 10 بار تکرار کنید. تشکر که با ما یک جا بودید. این تمرین ها را به ضرورت خود تغییر دهید. تمرین منظم می تواند به کم شدن درد کمک کند و صحتتان را در وقت بارداری بهتر بسازد.